آیا میدانی بهترین زمان کاشت خشخاش کدام وقت است؟ کدام وقت باید بکاری که بهترین محصول را بگیری؟ اگر در این قسمت مشکل داری ویدیو رو تا آخر ببین تا اینکه آموزش ببینی و دقیق محصول عالی بگیری. بسیار زیاد است که یکی از گیاهان بسیار پرقدرت این گیاهی است که ما شما سرش مشکل داریم که باید ببینیم کدام وقت باید کاشت کنیم نتیجه خوب بگیریم. در کل اگر بسنجیم ما در افغانستان در زمانی که کشت میکردیم دو زمان کاشت داشتیم. یکی میگفتیم کشت بهاره، یکی کشت خزانه. کشت خزانه در پاییز کشت میشد و کشت بهاره در بهار، اول بهار کاشت میشد و اینا معمولا نظر به قریه و درجه و آب و هوا تشخیص داده میشه. مثلا در مناطق کاملا سرد بود اینا معمولا اول بهار کشت میکرد، چون در جریان زمستان برفباری زیاد بودن و ایر سرما و زمستان یخی میکشیدن و از بین میبردن و خشک میکردن و گیاه را نابود میکردن. و در مناطقی که معتدل هست و گرم هست در خزان یا فصل پاییز کاشت میکردن، به خاطری که در فصل پاییز وقت داره زمستان ریشه دوانی میکنه، اول بهار یه رشد و نموی بسیار خوب میکنه. و حالا بهترین زمان کاشت کدام وقت است ما شما مخصوصا حتی در مناطق سرد و گرم بیکاریم که حاصل خیلی زیاد و عالی بگیریم؟ دوستای خوب من، فصل کشت در جریان بهار چند مشکل داره. زمان کم شما برای ریشه دوانی در زمین دارید. چرا؟ به خاطری که وقتی که گرمای بیش از اندازه در جریان تابستان شروع میشه یا اواخر فصل بهار گرم میشه، اینا دیگر رشد نمیتونه، رشدش متوقف میشه. یعنی مخصوصا هوای خنک را ضرورت داره اینا. یک، ریشش بزرگ شده نمیتونه. موضوع دوم برگ هست. کشت بهاره هیچ وقت برگش بسیار کلان نمیشه. وقتی برگش کلان نشد مواد غذایی و فتوسنتز صورت نمیگیره، بازم محصول کم میشه. و نقص دیگه کشت بهاره که هست، ساقه ها بسیار نازک و رشد طولی ساقه ها هم کمتر نازک هست و این نمیتونین شما از این محصول خوب بگیرین. اوصاف یک گیاهی که نتیجه خوب داده میشه چی هست؟ باید برگ بسیار کلان داشته باشه، ساقه بسیار دبل و کلفت داشته باشه، ریشش گسترش کرده باشه، 100% کلاهک بسیار کلان تولید میکنه. اصلا شما ایره هیچ ندیدین که برگ کلان باشه، ساقه کلان باشه و کلاهک خرد باشه. بعضی دوستان میپرسن که چیکار کنیم که کلاهک بسیار بزرگ و کلان شود؟ پشت کلاهک نگشت خودش کلان میشه. شما فقط باید برگ ها را کلان بسازین، سبز بسازین، تیره بسازین و ساقه ها را دبل و کلفت بسازین، دیگه خلاص. حالا میایم در فصل کشت خزانه که در فصل خزان اگر شما بخواید کشت کنین یا در فصل پاییز چی نتیجه میگیرین؟ اولین فایدهش این هست که در جریان فصل پاییز ریشه هایش بسیار میده و چهار طرف و در عمق زمین و اول بهار بسیار پرقدرت و قوی ظاهر میشه. ساقش دبل و کلفت میشه، برگهایش بسیار کلان میشه و کلاهک و او غوزه‌ای را که ما میگیم این هم بسیار کلان و عالی میشه. شما هر دفعه که را تیغ میزنین خیلی نتیجه عالی و محصول زیادی هم تولید میشه، شیر میده که عین گاو وری. پس از این لحاظ بهترین زمان کشت فصل خزانه هست که شما چی در مناطق سرد هستین، چی در مناطق معتدل هستین و چی در مناطق گرم هستین باید در فصل خزان یا پاییز کشت کنین. فصل بهار شما نتیجه گرفته نمیتونین. وقتی که ما در اون زمان نتیجه میگرفتیم، مثلا اگر از یک زمین خیلی خرد ما 1 کیلو میگرفتیم از فصل کشتی خزانه یا پاییز، از این که ما در بهار کشت میکردیم ما 4 حصه یا حتی نصفی 1 کیلو را هم گرفته نمیتونستیم، با وجودی که تمام رسیدگی، آبیاری، کود همه چیز یکی، ولی نتیجه گرفته نمیشد. پس به صورت دست جمعی، به صورت کلی گفته میتونیم این گیاه کاملا مناطق خنک و مرطوب را دوست داره که خیلی رشد عالی و قوی داره و شما هم کوشش کنین در مناطق بیشتر بکارین که هواش خنک باشه. ما وقتی که میکاشتیم بیشتر در مناطق گرم نمیکاشتیم، در مناطقی که هوا سرد بود میرفتیم میکاشتیم و در مناطق گرم اواخر فصل پاییز یا خزان کاشت میکنیم تا اینکه او یک مقدار رشد میکنه، حتی این
علوفه های هرزش هم ما حتی میزنیم، خشاوه هم میکنیم در فصل خزان. بعد زمستان میاد یک مقدار برف اگر سرش بباره هیچ تاثیر نداره، بعد از این قوی تر میشه، رشد ریشه ها قوی میشه، چون زمستان میخواد خود نگه داره و زنده بمونه. پس از اون لحاظ باید در فصل خزان یا پاییز کشت شود. و مهمتر از همه خاک و کود هست که باز هم احتمال زیاد داره که ویدیو طولانی شود. در مورد کوددهی ایگیا ویدیو بسیار عالی و خوب و کامل تهیه کردیم. روی این ویدیو کلیک کنین، میتونین که او را هم اگر یاد نداشتین فرا بگیرین. تا ویدیو دیگر شما را به خدا